جای امیر تتلو، جایی که اینجا 2 سال زندگی میکرد. دوست دارم تو این ویلا با شما قدم بزنم، از حس و حال این ویلا بهتون بگم. جایی که شعراشو اینجا مینوشت، آمادگی‌های قبل کنسرتش اینجا بود. محوطه سبز و فضای بیرون ویلا رو مشاهده میکنیم. سقف آلاچی، خود ویلا که 4 طبقه از 6 اتاق خواب داره. شهرک آجاکنت استانبول هستیم. با من همراه باشید که داخل ویلا رو با هم ببینیم. اینجا سالن طبقه اول هستش. وسیله ها دقیقا همون وسیله هایی هستن که خودشون اینجا بودن، زندگی میکردن. تابلوهای عجیب و در این حال قشنگیه. همه جای خونه تقریبا میتونم بگم که کلی تابلو هست. اینجا سالن اصلی هستش، طبقه دوم. خیلی حس و حال عجیبی داره این ویلا. معماری داخلی این ویلا قشنگ دیزاین شده. یه قشنگی هم جای ویلا میبینیم و بریم اتاق خواب امیر تتلو رو ببینیم. خیلی فضای قشنگیه. یه بالکن هم داره رو به شهرک. برای بالا که یه اتاق خواب دیگه هستش با این منظره. یه ماساژور هست. منظره زیبای شهرک شد. امیر تتلو رو همین موقع کلی ویدیو داره صحبت میکرده. گفتم اینجا هم بگیرم که خاطرش زنده بشه. هم آشپزخونه رو داریم، یا هم که آفتاب میگرفتن کنار سقف. اون برم یارچی هستش که احتمالاً کلی مهمون داشته. اینجا فقط یه ویلا نیست، یه ردپایی از یه دوره که هممون باش خاطره داریم.